بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، دوستایی که حاضر هستین و دوستایی که درس را میبینین آنلاین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله درس سومی رو شروع میکنیم. درس سومی ما و شما تعریف ایمان و دلایل این تعریف است. دوستای عزیز، اکثرا کسایی که منحرف میشن و در سابق منحرف شدن و حال هم برشان انحراف پیدا میشه، همین مشکلشان در تعریف ایمان است. وقتی که انسان تعریف ایمان درست نفهمید، بعضی اوقات برش مشکلات پیدا میشه. بنابراین بسیار مهم است که ما و شما تعریف ایمان درست بفهمیم و دلایلش هم باید بفهمیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان خود در لغت از کلمه امن گرفته شده هست که امن به معنای امانت میه و آمنه من خوف به امنیت هم میه و به معنای امانت هم میه و به معنای باور و تصدیق هم میه. این از نگاه لغوی هست. از نگاه اصطلاحی، یکی از علما به نام فضیل ابن عیاض رحمه الله هست و میگه که یقول اهل السنه، اینا در کتابشان میگن که اهل سنت میگن الایمان المعرفت والقول والعمل. ایمان معرفت است که انسان معرفت داخلی داشته باشه و قول سخن گفتن است و العمل و عمل است. یعنی سه چیزه در ایمان اینا میگن که اساسش هست. سه چیز است که معرفت، قول و عمل. امام آجری رحمه الله اینا هم یک کتاب دارن به نام الشریعه که این کتابشان در مسائل اعتقادی هست. میگن که اعلموا رحمنا الله و ایاکم، میگه علم حاصل بکنین، الله بالای ما و شما رحم بکنه. ان الذي علیه علماء المسلمین، یعنی به عقیده که میگه علمای مسلمان هستن و تعریف میکنن ایمان، اونا چی میگن؟ اونا میگن که ان الایمان واجب علی جمیع، میگن که ایمان واجب است بالای تمامی. ایمان واجب است بالای علی جمیع الخلق، بالای تمامی مخلوقات. و هو، خب ایمان چی هست؟ حالا تعریف میکنن، میگه تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح. یعنی ایمان سه چیز داره. تصدیق بالقلب، که انسان قلباً با آنچه که از مسائل ایمانیات است به این چی داشته باشه؟ خب، تصدیق قلبی داشته باشه. آمنت بالله را وقت خواندین، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، این ایمان چی است؟ تصدیق قلبی هست اول، و اقرار باللسان، و اقرار کردن است به زبان، که یعنی انسان وقتی که قلبا ایمان داشت باید در زبان خود هم اقرار بکنه. و عمل بالجوارح، و عمل است با اعضای بدن انسان. با جوارح چی را میگن؟ اعضای بدن میگن که یعنی با تمام اعضای بدن، زبان است، چشم است، دست است، پا است، اعضای بدن عمل بکنیم. خب، به این اساس ایمان سه چیز پیدا کرد، سه اساس پیدا کرد که اولش قول قلب است که عبارت از تصدیق و یقین است، و دومش قول زبان است که نطق شهادتین است و اقرار به لوازم از او است، و سوم عمل قلبی هست که او نیت و اخلاص و محبت و انقیاد اینها شامل از این میشن. خب، میایم سر دلایل این تعریفی که مثلا علما میگن که این تعریف ایمان شما دلایلش بگوین.
گفتیم که ایمان اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است و عمل به جوارح یا اعضای بدن است. خب این حاله هر کدام از این در آیات قرآنی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در اقوال علمای اسلام دلیل دارند. خب اول دلیل این تعریف ایمان که گفتیم تصدیق قلبی هست. خب تصدیق قلبی چی دلیل داریم برای تصدیق قلبی؟ آیات قرآن هست که الله متعال میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. میگه اعراب گفتن، اعراب همون کوچی های عرب هم میگفتن، اینا گفتن که آمنا ما ایمان آوردیم. قل بگو برشان رسول الله صلی الله علیه و سلم، قل برشان بگو که لم تؤمنوا شما ایمان ناوردین، ولکن قولوا اسلمنا لکن بگوین که ما تسلیم شدیم. این تسلیم چی مانا که یعنی شما ظاهرا چون در مدینه منوره نظام اسلامی بود و حکومت اسلامی است، شما ظاهرا تسلیم هستین، لکن ایمان قلبی شما در قلبتان نیست، چون اکثر شما منافق هستین. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اینجا دلیل میگیرن علما که یعنی برشان الله متعال میگه که ایمان در قلب هایتان داخل نشده است. پس این معنای چی شد؟ یعنی ایمان چی است؟ تصدیق قلبی هست. باید انسان فإن آمنوا در سوره بقره آیت 137 الله متعال میگه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر اونا ایمان بیارن همین قسمی که شما ایمان آوردین اونا هدایت شدن. و این تولوا و اگر روی آوردن فإنما هم فی شقاق. پس اونا در شقاق و در اختلاف هستن. خب این حال مسلمان ها چه قسم ایمان داشتن که هم به زبان اقرار میکردن و هم به قلب تصدیق میکردن. و الله متعال در مورد چی میگه؟ در مورد منافقا چی میگه؟ یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را جگرخون نسازه کسایی که بسیار سرعت میگیرن و به عجله داخل کفر میشه. من الذین از کسانی که قالوا آمنا بافواههم که اینا در دهانهای خود گفتن که ایمان آوردیم ولم تؤمن قلوبهم لکن قلبهایشان ایمان ناورده است. پس این آیات قرآنی دلالت میکنه بر چی که ایمان تنها به زبان اگر کس میگه هم درست نیست، باید اقرار به زبان باشه و تصدیق به قلب باشه و عمل به اعضای بدن باشه. خب این خود در آیات قرآن شد. آیا در حدیث هم سند داریم؟ بله، امام ترمذی در حدیث صحیح میگه که عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلی الله علیه و سلم المنبر. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای منبر تشریف بردن. فنادا بصوت رفیع. میگه با صدای بلند میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا کردن. فقال پس فرمودن یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الایمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بلند با صدای بلند گفت که ای کسانی که ای گروه کسانی که یا منافقا بودن، ای کسانی که من اسلم بلسانه که به زبان خود میگه که من مسلمان هستم و کلمه میخوانه ولم يفض الایمان الى قلبه و ایمان در قلبش داخل نشده. لا تؤذوا المسلمین مسلمان ها را اذیت نرسانین ولا تعیروهم ولا تتبعوا عوراتهم و شما اونا را بدگویی نکنین و خالیگاه های از اونا را در پشت از اینا باشین که چه وقت مثلا اشتباهی بکنن شما او اشتباه از رو بر مردم بیان کرده برین. فانه من تتبع عورت اخیه المسلم تتبع الله عورته. خب این حدیث طویل است. هدف اینجا بود که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من اسلم بلسانه ولم یفضل ایمان الى قلبه. پس این بعضی کسا هستن که در زبان میگن ما ایمان داریم و در قلب اینا قلبشان ایمان داخل نشده است. پس تصدیق قلبی ای به آیت و این به حدیث شریف. دوم اقرار زبانی هست. و قولو مثلا خب اقرار بزنیم ما شما گفتیم که علما گفتن که اقرار به زبان است و تصدیق بالقلب. حالا شما گفتین اقرار زبانی چی دلیل داریم به اقرار زبانی؟ دیگه هم آیت قرآن است و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
الله سبحانه و تعالی میگه و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و قولوا. سعی اینجا کلمه قولو یعنی و بگویید، یعنی به زبانتان بگویید، یعنی ایمانتان به زبانتان چی کنین؟ به زبانتان ایمانتان بگویید. چی بگویید؟ بگویید که آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون. پس کلش به زبانتان بگویید تا که مسلمان ها بشناسن که شما مسلمان هستین. پس اینجا از کلمه و قولوا آمنا، از اینجا علما استنباط میکنن که یعنی اقرار زبانی در ایمان چی است؟ شرط است. امام بخاری رحمه الله میگه که عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. میگه من امر شدم که جهاد بکنم به امرای مردم تا ای که شهادت بتن لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. این رسول الله این حالی شهادت به چی است؟ تا که شهادت، یعنی شهادت چه قسم داده میشه؟ با زبان داده میشه. پس این حدیث شریف هم و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم علی الله. خب این دلیل شد که یعنی به زبان هم هست. علامه ابو عبید قاسم ابن سلام هروی بغدادی که متوفای سال 224 است، او میگه فجعل القول فرضا حتما کما جعل معرفته فرضا. پس میگه الله متعال اینمی قسم که معرفت قلبی را فرض گشتانده، با اونمی قسم فرض گشتانده که انسان به زبان هم باید امو کلمه و ایمان خود بیان بکنه. متوجه هستین؟ سوم دلیلش با اعضای بدن. بعضی هم میگن که به اعضای بدن ها این هم داخل ایمان هست. میگن بله، ما گفتیم که اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است و عمل به اعضای بدن از با جوارح هست. چی دلیل داریم؟ میگه دلیلش اول ای آیت قرآن است که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اینجا میگه که ای مؤمنان، شما که مؤمن هستین خب ارکع و رکوع بکنین. پس رکوع اعضای بدن است. واسجدوا و سجده بکنین و اعبدوا ربکم و عبادت رب بکنین و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون. شما اعمال خیر بکنین که شاید سبب فلاح شما شود. امام ابو داود رحمه الله روایت میکنه عن ابن عباس قال لما توجه النبی صلی الله علیه و سلم الى الكعبه، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روی خود به طرف کعبه کرد. قبلا مسلمان ها قبلشان به طرف بیت المقدس بود. اینال بعضی کسا بیت المقدس میگه، این غلط از بیت المقدس تلفظ درستش این قسم خوبتر است. خب آل میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف کعبه روی خود آورد، آل مسلمان ها یک تعداد در او وقت نماز خوانده بودن و چندین ماه تقریبا در روایت ها 17 ماه. خب آل فقال یا رسول الله، مردم گفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فکیف الذین ماتوا و هم یصلون الی بیت المقدس. میگه او از اونا چطور میشه که کسایی که به طرف بیت المقدس نماز خواندن و فوت کردن و حال فعلا نیستن که اینا به طرف بیت الله شریف نماز بخوانن. فانزل الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی این آیت شریف نازل کرد و ما کان الله لیضیع ایمانکم. و الله یعنی الله سبحانه و تعالی ایمان شما را ضایع نمیکنه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. میگه این آیت شأن نزولش چی است؟ همین سوال است که صحابه کردن درباره چی؟ درباره روی آوردن کسایی که طرف بیت المقدس نماز خواندن و فوت کردن. ایناله امو اعمالی که اونا کردن او را الله متعال در این آیت قرآن چی گفت؟ ایمان گفت. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، یعنی الله ایمان شما را، یعنی در اینجا کلگی میگن که اینجا منظور از ایمان چی است؟ امو نمازهایی که به طرف بیت المقدس اینا خوانده بودن. پس این دلیل شد دیگر در آیت قرآن که این اعمال بدن انسان هم شامل ایمان میشه. خب
از عبدالله امام بخاری در حدیث دیگه روایت میکنه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماینده های قبیله عبدالقیس گفت هل تدرون مل ایمان. سکن در حدیث میگه بر از اونا گفت آیا شما میفهمین که ایمان چی هست؟ یک قبیله آمدن به نام عبدالقیس پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان ایمان تعریف میکنن. تعریف کی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. از اینا پرسان میکنه هل تدرون مل ایمان، شما میفهمین که ایمان چیست؟ شهادت ان لا اله الا الله، شهادت دادن با چی هستین؟ به زبانی، به عمل زبان شد. متوجه هستین؟ شهادت ان لا اله الا الله و یکی و اقام الصلاه، دیگه دوم اقامت نماز. نماز با چی خوانده میشه؟ با اعضای بدن میشه. این رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان گفت. و اقام الصلاه، شهادت لا اله الا الله، اقام الصلاه، ایتاء الزکات، سوم دادن زکات، این هم زکات باید داده میشه. و صوم رمضان، صوم رمضان. و ان تعطوا من المغانم الخمس، که از مغانم، از غنیمت پنجم حصهش بدین. پس از این علما میگن این شما سعی کنین که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال هم در ایمان بیان کرد که او شهادت زبانی بود، اقامت نماز اعضای بدن است. در نماز مثلا دست است، چشم است، پای است، اعضای بدن انسان کلش کار میکنه. و ایتای زکات و صوم رمضان. در حدیث دیگه امام بخاری روایت میکنه عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ابی هریره رضی الله تعالی عنه میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمود الایمان، سکرن رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیان میکنه. چی میگن؟ الایمان بدعان و ستون شعبه، ایمان 60 و چند شعبه هست. در حدیث دیگه میگه الایمان بدعان و 70 شعبه و الحیاء شعبه من الایمان، و حیا هم یکی از شعبات ایمان است. پس اینجا 60 چند یا 70 چند شاخه ها که هست، این کلش اعمال است. بسیاریش اعمال است، اعمال بدنی است، بعضیش اعمال قلبی است، بعضیش اعمال زبانی هست. این کلش در ایمان داخل کرد. و امام بخاری در حدیث دیگر روایت میکنه عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر على رجل من الانصار و هو یعظ اخاه فی الاحیا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مرور کرد به یک شخصی که او برادر خود درباره حیا چی میکرد؟ نصیحت میکرد. میگه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ده، میگه او رو بگذار که نصیحت بکنه. فان الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. پس با اساس این اقوال این علما ایمان در جمله چی داخل شد؟ یعنی ایمان چه قسم شد؟ اقرار به زبان شد و تصدیق به قلب شد و عمل بالجوارح شد.